نام خداوند بخشنده مهربان. با عرض سلام و درود به تمام مردم محترم و دوست داشتنی تاجیکستان. من شیوا هستم و خواست دارم که در آزمون شعر تاجیکستان شرکت کنم. مژده ای دل که دگر باره بهار آمده است، خوش خرامیده و با حسن وقار آمده است. به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی، این پیامی است که از دوست به یار آمده است. شاد باشید در این عید و در این سال جدید، آرزویی است که از دوست به یار آمده است. شاد باشید.